این قطعات بتون که میبینید در میدان شعوری مقاومتشون 30% بیشتر شده. اندازه‌گیری مقاومت این بتون‌ها و ملات‌های ماس سیمان برای اثبات نظریه ارتباط عام ذرات توی یکی از دانشگاه‌های معتبر تهران انجام شده. عکس‌های زیادی هم با دستگاه‌های XRD و XRF از بتون‌ها گرفته شده. تحلیل این عکس‌ها ثابت می‌کنه از طریق شبکه شعور کیهانی میشه وارد سایت اطلاعات ذرات هستی شد و توش تغییر ایجاد کرد. یعنی هر ماده در میدان شعوری رفتارش تغییر میکنه. مثلا بتون مقاومتش افزایش پیدا کرده. نتیجه این تلاش‌های علمی این بوده که در نمایشگاه‌های اختراعات مالزی و رومانی هر کدوم به صورت جداگونه به این اختراع مدال دادند و سرانجام در انجمن پتنت آمریکا با شماره ثبت 13 ممیز 691 596 به نام آقای دکتر محمد علی طاهری این اختراع ثبت شده. هنوز نمیدونیم این اختراع چه تأثیراتی بر آینده صنعت و فناوری جهان خواهد داشت. متاسفانه از انتشار خبر این دستاورد علمی بزرگ و افتخارآمیز برای ما ایرانیان جلوگیری شده، چرا که دکتر محمد علی طاهری بیش از 5 ساله که در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند.